یعنی مواد مخدر که از همه طرف بیداد میکنه. چند مدت پیش سفری داشتیم به نخل خلفان از توابع گاوبندی. یک عروسی بود قبل از محرم، درباره سونامی صحبت شد. بعد از اون یکی از دوستان فیلم سونامی به من هدیه داد. سونامی، اون زلزله و سیل و طوفانی که در اندونزی و بعضی از کشورها آمد و 400-500 هزار نفر رو یک جا بلعید. اون منطقه‌ای که این سونامی آمده بود، شیخ خالد راشد که بعد از 18 روز خودش رفته بود به اونجا و اون چیز رو روایت میکنه تو این فیلم که با 2 چشم سرش مشاهده کرده. میگو بعد از 18 روز، روز 19 که ما رفتیم اونجا و 20 روزی 700 تا جسد دفن میکردن. حالا خیلی از اون جسدها که دیگه اصلا چه پیدا نمیشد. اون چیزی که ما اطلاع پیدا کردیم ما رأيت والله ما رأيت إلا أرض قد استوت. رأيت أمواجا سوداء تحمل الغضب. والله ما رأيت فيها إلا غضب الجبار. فلما دخلت المياه في قاع البحر ما الذي حدث؟ اختلطت بالحمم النارية، ارتفعت درجات المياه إلى درجات عالية فأغرقهم وأحرقهم ودمرهم عن بكرة أبيهم. يا رب يا قهار يا من برحمته تستدفع الأضرار. الجبار رحيم لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار جل جلاله. يا من بحكمته كم حير الأفكار. میگفت اون جزیره‌ای که این سونامی آمد داخلش اولین جزیره بود در اندونزی که اولین مسلمان‌ها در صدر اسلام وارد اون جزیره کردن و اون جزیره با تقوا و با خدای بودن. از اون جزیره بهتر در جنوب شرق آسیا و اندونزی نبود. همه مؤمن، زن و مرد، تا اینکه فساد اخلاقی، شراب، زنا، فحشا وارد زندگی اونها شد. طرف میدیدید که پدرش تو نماز صبح هست اما پسرش داره زنا میکنه، دخترش داره زنا میکنه. خیلی رک و بدون پرده شیخ داره صحبت میکنه. میگفت اونقدر فساد و فحشا و بیناموسی و شراب و عیاشی و قمار و مواد مخدر در این جزیره‌ای که قدم مبارک صحابه بر اونجا وارد شده بود و اولین جزیره‌ای بود در جنوب شرق آسیا که اسلام برش وارد شده بود. بعد از اینکه پشت به حلال خدا کردن و حرام و چه جلوه دادن، خداوند اونها رو غافلگیر کرد. تو همین فیلم 2 آیه قرآن رو تفسیر میکنه. اذا البحار فجرت و اذا البحار سجرت. این 2 آیه شما زیاد شنیدید. من خودم تعجب میکردم هر بار که این جزء عامه را میخواندم و این سوره رو رد میشدم میگفتم خدایا تفسیر این چیه؟ یکی از نشانه های علامت قیامت و علامت های نزدیک شدن قیامت این که دریا منفجر میشود، این که دریا به جوش می آید، دریا آتش زیرش روشن می شود و افروخته می شود. این آب دریا به جوش می آید، سوزان و گرما می شود و می سوزاند انسان را. سبحان الله، این چه تعبیری دارد؟ این کی می آید؟ تا اینکه همین سونامی که آمد اونجا زیر آب در اعماق اقیانوس زلزله میشه، زمین جا به جا میشه. سبحان الله، آب و میمکه. مردم میرن برای تماشای آب که این آب کجا رفت. آب دریا کم شد. یک دفعه با سرعت 700 کیلومتر در ساعت و 30 متر 35 متر ارتفاع آب منفجر می شود داخل هوا و بعد با سرعت 700 کیلو کم و بیش همون انسان هایی که رفته بودن تماشا بکنن این آب دنبال می کند. با ماشین خودت 150 تا سرعت می روی، فکر می کنی می خواهی پرواز بکنید.
قابل کنترل نیست. حساب بکن 700 کیلو در ساعت یا 600 کیلو در ساعت معادل سرعت هواپیما. چقدر میخوای بدوی تو؟ چقدر تو دوندی خوبی باشی که بدوی از این نجات پیدا بکنید؟ این آب می آمد همینجوری دستی از انسان ها، حالا 50,000 نفر باشن، هر چی باشن، بلند میکرده تا اینکه رسید به یک صحنه عجیبی تو همون فیلم که یک کشتی 600 تنی آهن را بلند کرده، همین آب ظریف دریا خداوند برده روی یک روستایی به بزرگی گذاشته و قبرشون زیر همون کشتی است. کشتی آهنی 600 تنی خداوند با همین موج دریا بلند میکنه میبره تو خشکی، روی یک روستا میگذاره. نه کسی میتونه کشتی رو بلند بکنه که اونها رو در بیاره، همونجا قبرستانشان شده. تا اینکه به یک مرحله رسید که نشون میداد آتش از توی آب روشن میشد، آب سرخ میشد، کوههای آتشفشان زیر زمین همه در نتیجه اون زلزله آتشهاش فعال میشه و میاد میریزه توی آب. کوههای آتشفشان فعال میشه و میاد میریزه توی آب. اذا البحار سجرت میشه. و جناب شیخ خالد میگفت در نوار و نشون میداد اکثر جسدهایی که نجات پیدا کرده بودن پوست بدنشون سوخته بود، سبحان الله، سیاه شده بود به خاطر همون آتشفشان هایی که زیر آب بوده فعال شده و این جسدها رو سوزنده. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. خداوند دریا رو که چقدر خنک جوش میکنه تبدیل به آتش میکنه و بعد منفجر میکنه توی هوا. خداوند خیلی قدرت داره. چرا این کار رو بر سر اونها در آورد؟ میگه اونها مسلمان نبودن. خود شیخ سوال میکنه خدایا تو که عادلی؟ بعد جواب میده مگر اینها چه کار میکردن که توی جبار اینطوری خشمگین شدی؟ همه سوال میکنه مگر این خلق تو چه کار میکردن ما خبر نداشتیم؟ تو که ارحم الراحمینی، خدایا خلق تو چه کار میکردن که خودت بهتر آگاه بودی؟ تو علیمی، تو خبیری، تو سمیعی، تو بصیری، تو اونها رو میدیدی، ما که نمیدیدیم. برای سروران من باید با خدا کنار بیاییم. همونطوری که شیخ روی منبر صحبت میکرد، بعد از شناختن حلال باید با حلال ارتباط برقرار بکنیم و بعد از شناختن حرام باید از حرام دوری بکنیم. هرچی فاصله تو با حلال کمتر بشود، فاصله دوری تو با خدا کمتر شده و هرچی فاصله تو با خدا کم بشود، تو عزیز و محبوب الله میشوید. فاصله های دوری که با انجام کارهای حرام دشمنان خدا بین ما و شما، بین ما و شما و ما و شما و الله فاصله انداخته، این فاصله ها را با توبه کم بکنیم، با کارهای حلال کم بکنیم. فاصله خودتان را با خداوند، با ارتباطتون و فاصلتون با حلال اندازه بگیرید. تو چه اندازه حلال خدا را دوست دارید، با حلال نزدیک هستید، حلال را انجام می‌دهید، همان اندازه فاصله تو و نزدیکی تو و قرب تو و منزلت تو نزد خدا هست. و چقدر از حرام دورید، باز هم با همان اندازه به خدا نزدیک هستید.